ما رو و نشستی مطبوعاتی وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان باید با جنبستی فعالیت ما در این سال 2025 که در اساس نقشه برگزاری نشست‌های مطبوعاتی در وزارت ادارات و تشکیلات و مؤسسات‌ها دولتی برگزار می‌گردد خوش آمدید می‌گویم. اطلاعاتی از جمله агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар иштирок доранд. Ёдрас месозанд ки бо мақсади дастрасии бештари иттилоот барои намояндагони васоити ахбори умма варақаи иттилооти оид ба фаъолияти вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2025 бо забони давлатӣ таҳия гардида нусхаи электронии он дар сомонаи расмии вазорат ҷойдода шудааст و همزمان بیانیه اطلاعاتی برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در شکل چاپی نیز پیشنهاد کرده است. با کدام هنرمندان در کاخ بورباد، کاخ وحدت و تئاتر اپرا بالت برگزاری کنسرت اجازت هست؟ با کدامش نیست؟ این سوال از ولایت سوق دادن. بورباد این مؤسسه دولتی در نزد دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. این خیلی روی خطی که اینجوری برای که اجازت باشد و برای که اجازت نباشد این روی خط موجود ندارد. این خیلی مفهوم هم نیست. مرحمت مؤسسه دولتی است. کسی خواهد اگر امکانیتش باشد مرحمت مراجعه کند البته جوابی داخلدار میگیره. لیکن برای ما یگان نفر حاضر مراجعه کردنشون نیکی اونجا چوره بینی میگذارن یا کنسرت میگذارن یا گام نشان. خبر از اینجا خبری که آمده است اساسی واقعی ندارد. این خیلی وای شدگیش نیست. من واقف هستم. فرض حسنوف مراجعت کرد، اجازت گرفت، کنسرتش را دایر نمود. دایر با دیگر درخواست باشد، این خیلی درخواست نامدن. موردی جانبی مرادف باشد، مراجعت نکرده است. ما چی هستیم؟ اگر مراجعت میکرد، ما حتما جوابش میدادیم یا اینکه چی میشد؟ مرحمت مؤسسه ها هستن. مراجعت شد البته ما جواب داخل میدیم. این گونه دعوایی که کرده است اساسی واقعی نداره. دویم سوال وقت‌های اخیر بلاگران در همین شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال شدند و بعضی وقت ما می‌بینیم که همین شبکه‌های اجتماعی یک با میدان یک بحث و با گفت خودشون خیب گرفتن با الفاظ قبیح و بسیار که با فرهنگ ما خوب نیست. اگر که یک چیز میخواستم فهمیدن که آیا همین وزارت فرهنگ یگان سمینار یا که یگان مشورت با همین اساسیاسیون بلاگران گذرانده هست یا که نیت دارد؟ یک دعوی گزارش است. دعوی آغازی با صحنه ژورنالیستی مورد شدن بلاگران باشد. اساسیاسیون بلاگران در نزد کمیته جهانی ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به خیر گرفته شده است و مفاهیمی با طلبدار اصلاحات که وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان میشه در مسئله مطبوعات دولتی شبکه‌ها ولی اساسیاسیون به خیر گرفته شده. چند سمینار هم دعوت کردیم. اعضای سری سمینار مذکور سابق سردار ریاستی تعاونش رحمان رضایی بودن، اشتراک داشتن و مشورت بسیار خوب و فایده بخشی هم داده بود. اما از اون که بعضی بلاگرهایی که نه به صحنه بلاگری قدم نمی‌نهند و از دایره آداب معاشرت بیرون میشوند، خود اساسیاسیون دیروز من تماشا کردم در شبکه‌شون مراجعت کردن. یعنی این کاری دستجمعانه است. هیچ راهی چنین بسامانی اگر بگیم در عالم ژورنالیستی رو کاری یک مفهوم نیست. کاری اهل فرهنگ است، اهل زیو است، نهادهای و تشکیلات‌های ایجاد نمی‌شود و اون در مجموع همه مثلا یک شهروند عادی میتواند با یک جمله بسیار مهربانانه اشاره کند. اونها مثلا در سررسانگی باشد یا از نافهمی باشد یا از دور بودن از ساحه ژورنالیستی باشد و همین راه میگم. اما تحت نظارت است، یعنی با اون معنی که اساسیاسیون موجود است، علاقه نمایندگان اساسیاسیون
از منبع‌های شبکه‌های اجتماعی مراجعه میکنن که فرهنگ ملی ما منتالیتی دیگر دارد. یعنی آداب معاشرت رو در سوال و جواب، در تهیه گزارش‌ها، در تهیه سوژه‌ها باید رعایت نماییم. یعنی تربیه نسلی که امروز به صحنه بلاگری قدم می‌نهادند وظیفه مقدسی اهل زیاد است، اهل فرهنگ است در مجموع جامعه شهروندی باشه. واسطه پهن‌کنی اخبار است، پیش گازت و تلویزیون همه اینو اصلا مثلا مجله و واسطه پهن‌کنی اخبار هستند. امروز اینترنت زده شده و دسترسی به اینترنت امکان دارد که واقعا همین گونه ظهورات پیدا شود. در این جامعه امروز کفایت است که اگر شما تلفن داشته باشید بلوگشه. ولی شرطا دارد این بلوگر باید کانتنتی خودش داشته باشد. امروز متاسفانه اکثر امروز که ما بلوگر میگوییم نو برای خود معرفی خودشون هر کی هر چی هنر دارد، کسی حقارت میتواند، کسی چهرهش معرفی میکنه و تعداد اینها زیاد شدن و اینجا درست گفتم معلم گرامی برای وارد نمیدن تغییرات به قانون جمهوری توسعه درباره اطلاعاتی و کد اطلاعاتی که درباره وسایل اخباری عمومی قبول میشود یک بند از جانب وزارت فرهنگ پیشنهاد شده است و دیگر اینکه همین به خاطر اینکه محدودیت نشود و متاسفانه اکثر این بلوگرهای ما که از سعودی کافی چی نیستند، برخوردار نیستند و بیشتر معیار زبان را رعایت نمیکنند. اگر روزی این محدودیت جوری شده متاسفانه اکثر بلوگرها از فعالیت دست میکشند. برای همین هم بسیار احتیاط کننده در همین سمت فعالیت رفته ایستاده است. اسکندر محمد علی، روزنامه خلق و وزیر. محترم وزیر درباره مقام ذهن سنی در رشد فرهنگ کشور سخن گفتید و وزارت چی نقشه دارد در این سمت؟ چیزو تو تکنولوژی بسابقه است که گفتم میتوانست که ذهنی سنی پیدا میشد. امروز ما یک فرمایش میتیم با ما صحبت میکنه و صحبت میکنه و همه کار از جانبی ما اجرا میکنه. این هم چی است؟ پیشروی زمان است. ما می مسئله دیده ایستادیم از علاقه ذهنی سنی موسیقی ایجاد میکنه، ذهنی سنی معروضه تهیه میکنه. لیکن من گمان میکنم که این جای انسان رو گرفتن نمیکنه. ما هم برای رشد تکنولوژی و تکنیک هم کوشش میکنیم، حرکت میکنیم. خیلی که شما میدونید سالهای 26 27 با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون اعلان شد. اینوواسیون هم از جمله همین چی هم ذهنی سنی هم چی پیشروی اینوواسیون زیاد جمهوری اینوواسیون است. لیکن در حقیقت ما هم همچون جامعه یک جزئی جامعه همچون یک ساختار برای رشد چی ساحت کوشش میکنیم. از جمله هم به نظر میگیریم خیلی که گفتم چند برنامه رو آماده کرده و تهیه کردیم در رفتی همین ضمن همین برنامه ها از جمله مسئله رشد اینوواسیونی ساحه هم در نظر گرفته شده است. آن چگونه توصیه‌نامه یا دستور است و در آن کدام نکته‌های مهم ذکر شدند؟ آیا آن دسترسی‌مون می‌گردد؟ لایحه دستورالعملی پیشگیری حقوق ویرانکنی از جانب هنرمندان غیر کسبی و بلوگرانی که قانونشکنی میکنند دستورالعمل تهیه شده است، در بررسی قرار دارد. در حالت قانونشکنی از جانب هنرمندان وزارت مساعدت میکند، پیشنهاد میکند موادها را به مقامات حفظ حقوق برای چهاره‌اندیشی می‌بردند. مثلا گفته می‌دهند که چه ها را در بر میگیرد و کدام دستورها برای بلوگران پیشنهاد شده است؟ در حالت پیشنهاد گشتن موادهای تصدیق کننده که حقوق ویرانکنی ساحه فرهنگ را اشاره میکند، ما از جانب وزارت با پیشنهاد و وزارت کارهای داخلی و در ناحیه ها برای قانونشکنی موادها را ارسال میکنیم که نسبت آنها تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. باید قید کرد که فعالیت بلوگران و هنرمندان غیر کسبی آنها همچون صاحبکار انفرادی در کمیته انداز به قید گرفته میشوند و مانند دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان آنها طبق قانونگذاری عمل کننده
дар ҳолати шикастани қонун ва қонуншиканӣ ҷавобгариро пешбинӣ мекардад. вобаста ба он аст ки 2 сол инҷонӣ тазорат мегӯяд ки китоби либосҳои тавсиявиро нашр мекунад ва дар нишасти матбуотии охир ҳам зикр гардида буд ки рӯзҳои назди яъне ки дастурки он китоб нашр мекардад. оё он нашр гардид ва чиро дар бар мегирад? سرور دولت و نمایندگان عدیل جمعیت و دیموری وابسته به پیشگیری فرهنگ بیگانه دستور سپرده بودند یا گروه کلی وزارت فرهنگ و همکاری با کمیته کار وزارت و اولیا تحصیل داده شد. در نزد وزارت 2 گروه کلی از سابق تعلیمان ساحت که وابسته به تعریف جنبه‌های تاریخی لباس‌ها تشکیل دادند و دیگر از سوی دیزاینران و متخصصان لباس تأسیس داده شد. و در این روند کتاب در حجم 450 صفحه آماده گردید برای بررسی به وزارت اداره ها پیشنهاد گردید. همین زمان با نظر داشت تغییر بعضی جزئیات مانند دیزاین لباس و گرافیک کامپیوتری هم در مورد بررسی قرار دارد و باز تقریبا میکنم خاراکتر تفسیری دارد. اون چیز برای مثال همه آماده و خاراکتر تفسیری دارد و چوب نشود. دیگر اون که در این سمت کارهای زیاد با انجام بوده اشتراک است. من می‌دونم که فستیوال نمایش لباس‌های ملی به حکم آنانا درآمد سال گذشته ماه آگوست ما فستیوال نمایش لباس گنجینه می‌رسد. ما همون دیزاینرها شرکت دوستان برگزار کردیم. ماهی آخر ماه فوریه جلوه لامپو بخشیده به لباس‌های بهاری یک نمایش خیلی زیبایی برگزار گشت و ماهی سپتامبر نمایش الهام از شاهنامه بود. فستیوال نمایشی لباس‌های ملی صورت می‌گیرد. همه روانه گردد برای پیشگیری از فرهنگ بیگانه. در یک کتاب محدود نمی‌شد چون تبلیغات زیادی کانسپچوال است دیگر برای پیشگیری از فرهنگ بیگانه حالت می‌گیرد. طبق نقشه سال آینده باید تئاتر ملی افتتاح گردد و تمام تئاترهای جمهوری به بنای تئاتر ملی کوچند. پیشتر درباره تخریب بنای تئاتر واحدی گفته می‌شد، اما تئاتر اپرا و بالت چی؟ آیا هنرمندان تئاتر اپرا و بالت به بنای تئاتر ملی گذرند؟ بنای تئاتر اپرا و بالت هم تخریب می‌شود؟ تشکر. در حقیقت تئاتر ملی بنای جشنی است که سال آینده بخشیده به سپاسگزاری است جمهوری دولتی جمهوری تاجیکستان در نظر استفاده داده شود و این پدیده بسیار فرهبخش است برای تعریف فرهنگ و جمهوری تاجیکستان و تا حال امام دستور نیست که تئاتر اپرا بالت جایگیر می‌شود یا که حتی تئاتر اکادمی درامایی نام استاد یابوتی خیلی دستور نیست. این پس از آن به استفاده داده چیز دقیق مشخص میشه تا دستور مشخص نیست.